در جوار بزرگ مرد ورزش‌های رزمی، هنرهای رزمی، یکی از پیشکسوتان بزرگ ایران و جهان، گراماستر دکتر استاد بزرگ برادر بزرگم جناب حسین گروسی هستیم. جناب دکتر گراماستر حسین گروسی چندین دوره به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و از بنیانگذاران و بزرگان فراکسیون ورزش مجلس که واقعا زحمات شایسته‌ای رو در عرصه ورزش کشور مخصوصا ورزش‌های رزمی و هنرهای رزمی کشیدند و به عنوان همکنون به عنوان ریاست ماکو به عنوان مرد بزرگی که واقعا برای جامعه کشورمون از تمام دل و جون و وجود وقت گذاشتن و عمرشون رو گذاشتن. امروز در دفتر مرکزی ورزش‌های همگانی جهان تافیسا، کنفدراسیون، فدراسیون و کمپانی‌های چند جانبه ایمار اسپورت، تافیسا کیکو و استریت فایتر با تشکر ویژه از برادر عزیزم جناب آقای دکتر امینی گرانقدر امروز به صورت کاملا رسمی قانونی با افتخار و احترام جناب گراماستر دکتر حسین گروسی به عنوان عضو شورای عالی ارشد هیئت رئیسه، عضو شورای عالی ارشد سیاستگذاری، عضو شورای عالی ارشد کمیته فنی و کمیته نخبگان از ایران، از قاره آسیا در جهان با افتخار منصوب و احکام ایشون رو با افتخار خدمت گراماستر دکتر حسین گروسی تقدیم میکنم که انشالله قابل دونستن در دفتر بیت المولا تشریف آوردن. آقای دکتر امینی ممنونم از حاجی، قربونت بشم، ممنونم از شما، حکماتونم به جامعه ورزش قربونتون بشم. میخوام یه صحبتی با جامعه ورزش آج حسین داشته باشی، ممنونت میشم، قربونت بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال ما هر چقدر در ورزش هزینه کنیم یک سرمایه گذاری کردیم و قطعاً کشورهایی که به این موضوع توجه کردن، خصوصاً در ورزش‌های همگانی، همونطور که رهبر معظم انقلاب بارها اشاره کردن، ورزش همگانی دریچه‌ای است برای ورزش‌های قهرمانی و مدال‌آور. بنابراین ما امیدواریم تمام مسئولین در وزارت ورزش جوانان و در فراکسیون‌های مختلف مجلس به این موضوع توجه کنند که به هر حال هنرهای رزمی هم اعتماد به نفس به جوان‌ها میده و هم میتواند قدرت دفاعی کشور رو بالا ببره و همچنین میتونه نشاط و شادابی و امید به جوانان تزریق بکنه و این یکی از افتخارات هنرهای رزمی که بیشترین مدال ها رو هم نوعاً دیدیم اینها در سطح بازی‌های آسیایی یا المپیک جهانی یا رشته‌های مختلف کسب کردن. بنابراین آرزوی موفقیت داریم برای همه عزیزان و پیشکسوتانی که